از پایتخت تهران، از شهر تهران، از میدان آزادی سلام و درود به کل فارزبانا. سلفی اینا بلاگر ها در اینجا هیکل داشتن. روز بخیر دوستان عزیز. بسیار برادران خواهش کردن که یک بار همین جای بنوارگیری حضرت یوسف برن، کنوی حضرت یوسف. راستی گپ اقوالی سلام. ما خیلی تلاش کردیم بریم منتها چون الان در حال ضبط فیلم برداری هستن برای فیلم های دیگه مثل سلمان فارسی، رو همین حساب اونجا در اجاره و رهن کارگردانه و اجازه ورود نمیدن. خیلی از دوستان اومدن هماهنگی کنن بریم، ولی خب به هر حال اونجا چون داره فیلم سینمایی دیگه ضبط میشه عوامل اون فیلم رضایت ندادن که گفتم به هر حال صحنه فیلم های ما هم هست ممکنه لو بره و دیده بشه، رو این حساب قبول نکردم. خیلی دلم می‌خواستیم ولی ان شاءالله تو سفر بعدی دوست مراد یا اگه اینجا من بودم و تموم شده بود، حالا در آینده نزدیک 1 ماه 2 ماه دیگه فیلم میگیرم و حتما به نوار میگیرم برای شما به نمایش میذارم، میفرستم دوست مرادم بذاره شما ببینید. زنده باشه و جاهایی که دیگه جاشه یک جای دیگه شه کنعان بود اونجا رو میگه کارکنای این مقصد خودمون وینی بگیم کو مقصد که نظامی اونجا رو گرفتگی، کارکنای نظامیشون گرفتگی، ارتش ملیشون گرفتگی اونجا رو. نه کنعان رو ارتش ملی نگرفته. گفتم من اینو اطلاع ندارم، ولی یه بخشش تو شهرهای دیگه اطراف بود. شهرهای دیگه بوده که خب به مرور زمان خیلی سال میگذره خراب شده، تخریب شده. اونایی که مثلا بافت خود مصر باستان و اون کشتی مخصوصا که زلیخا روش نشسته بود و اینا توی همین شهرک بود که الان اونجا دارن فیلم برداری دیگه میکنن. اونو من اطلاع ندارم، احتمالم داره. من پرسیده بودم گفتن که مقصد گرفتن محکم کردن دیگه ممکن نیست اونجا ممنون کنه. ممنون میگن چی میگن؟ ممنون کنه یعنی دیگه مقصد که ممکن نیست طرف رفتن. خلاصه اینم خیلی شد که سخت نیتا بود که باید بریم جای که حضرت یوسف بنوار بگیریم. من همه تماشاگران افرادی که بسیار خواهش کردن که اونجا رو برن بنوار بگیریم. خلاصه اگه ببینم خیلی شد زنده و سرعت بلند باشه خیلی میدون تو. ما انشالله که سفری ما دوام داره حرکت کسی که جای تاریخی بود، جای دیدنی بابا، یک جای دیدن که ایران. خب دوستان عزیز آمده من نزد میدان آزادی. اینجا را آزادی میگن. در وقتی همون رضا شاه چخلی محمد رضا شاه ساخته شده. محمد رضا شاه اسمش بوده شهیاد، یعنی به یاد شاه. بعد از اینکه انقلاب پیروز میشه اسم شاه از روش برداشته میشه، به اینکه از شاه آزاد شدن میذارن آزادی. خب دوستان عزیز آمده مرکزی شهر تهران، میدان آزادی. در جای میریم دیدن. دوست عزیزی کسی باشه رنگی من بلاگرن تلفنش در دستش اینا وقتی میدان آزادی رو کسی سلفی اینا بلاگر ها در اینجا هیکل داشتن. بلاگر شوهرها دیده نه هیکلی بلاگر ها. خیلی شهری زیبا، شهر دلفراغ.